سومین خط تولید تلویزیون‌های LED ایران صبح امروز در اهواز راه اندازی شد. سومین کارخانه تولید تلویزیون‌های LED ایران صبح امروز در شرک صنعتی اهواز راه اندازی شد. این کارخانه نخستین خط تولید تلویزیون‌های LED فوق باریک و بزرگ کشوره، یعنی با ضخامت کمتر از 2 سانتی متر و نمایشگر 46 تا 55 اینچ. نخستین خط تولید LED های بالاتر از 46 اینچ کشور که از امروز کار خودش رو در اهواز آغاز کرد، قرار سالانه 24000 LED تولید کنه. این طرح که با سرمایه‌گذاری 11 میلیارد تومانی و توسط بخش خصوصی و با حمایت تسهیلاتی دولت اجرا شده، زمینه اشتغال 120 نفر رو فراهم کرده. من فولون برق هستم و قبل از اینکه بیام اینجا بیکار بودم. هم دارم جامعه خودم خدمت میکنم، هم یه چیزی یاد میگیرم. خدا رو شکر دیگه مشغول به کار شدیم. LED تولید میکنیم، یه نوع خدمتی به کشور و استانمون. مدیر کل صنایع معادن استان در آیین بهره برداری از این خط تولید گفت امسال تنها در استان خوزستان 1300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شده. آقای موسوی با گفتن این جمله تاکید کرد که تحریم‌ها بی اثره. وی با بیان اینکه سیاست دولت حمایت از صنایع کوچک و اشتغالزاست گفت: ما صنایع بزرگ و مادر خیلی داریم در استان. منتها اینا مشکل اشتغال ما را حل نمی‌کنن. حتما باید سرمایه‌گذاران ما به سمت صنایع پایین دستی و صنایعی که بتونن در استان خوزستان مشکل اشتغال را حل بکنن پیش بریم. مقدمه این کار و زیرساخت‌ها به طور کامل آماده است. اما تفاوت LED با LCD در مصرف انرژی و کیفیت تصویره. یعنی با استفاده از LED به جای LCD هم تصاویر رو با کیفیت 2 برابر می‌بینیم و هم 50% در مصرف انرژی صرفه‌جویی میشه.